أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وأهل بيته الطاهرين وصحبه المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تا اینجا ما با تاریخچه فلسفه و ظهور آن در یونان بحث کردیم. انشاءالله چند جلسه این جلسه و چند جلسه بعد نیز بحث ما راجع به تاریخ فلسفه خواهد بود و هر وقت که تمام کردیم بعد وارد مسائل اساسی فلسفه خواهیم شد. گفتیم که ارسطو فلسفه را تدوین کرد، شسته رفته برای مردمان بیان کرد ضمن تدوین کتاب ها و بعد از او نیز شاگردانش کار او را ادامه دادند. تقریبا چند عصر همه از خانه ارسطو غذا می‌خوردند در این زمینه. رفته رفته این مکاتب و مدارس فلسفی که در یونان رواج داشت اینها منتقل شدند به حوزه اسکندریه، این همین اسکندریه مصر. در یونان دیگر بازار فلسفه آن رواج و رونقی که در زمان ارسطو و شاگردان وی داشت دیگر از دست رفت، روی به کساد آورد. در اسکندریه نیز نو افلاطونیان ظهور کردند. حالا اینکه ماهیت فلسفه اینها چیست فعلا کاری به آن نداریم، تا اینکه در اروپا در روم امپراتوری روم رسما دین مسیحیت را پذیرفت و وقتی پذیرفت روم شرقی دیگر اینها تمامی دروازه های مدارس فلسفی را بستند. بنابراین دیگر در اروپا بوی از فلسفه پس از برسمیت شناخته شدن دین مسیحیت دیده نمی شد. همزمان با این در شرق وقت دین اسلام ظهور کرد و چنان که دوستان می‌دانند پایه های دین مبین اسلام بر علم و دانش استوار است. اولین آیتی که بر حضرت پیامبر نازل شد این با کلمه اقرأ شروع می شود. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ یعنی بخوان. چی در قرآن و چی در فرمایشات حضرت پیامبر صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیته تشویق و ترغیب به دانش و دانش اندوزی زیاد است. از نظر اسلام آموختن علم یک فرض است، چنانه که بر پایی نماز فرض است به همین اندازه دانش اندوزی هم فرض است، یک واجب است. و از نظر زمانی دانش اندوزی در اسلام حد و مرزی نمیشناسد، یعنی از دیدگاه اسلام باید از گهواره تا گر انسان به دنبال دانش اندوزی باشد. از نظر مکانی نیست، حد و مرز نمیشناسد. اسلام عزیز مایان را به دانش اندوزی حتی اینکه در چین باشد هم فرا میخواند. این تشویقات و ترغیبات اسلام بود که مسلمانان از همان روزهای اول به طلب دانش و دانش اندوزی توجه ویژه‌ای از خود نشان دادند. این بود که
به هر دانشی که سودمند بود مسلمانان آن را جذب می‌کردند به خودشان و لذا در همان عصرهای اول خیلی از دانش‌ها وارد حوزه اسلام شد، من جمله فلسفه هم که وارد حوزه اسلام شد، مسلمانان خب آنچه که از فلسفه مفید بود گرفتند و آنچه که نادرست و مسائل در آن مطرح شده باشد که با واقعیت سازگار نیست، خب اونا دور انداختند. اولین فیلسوف اسلامی نیست جناب کندی می باشد، یعنی جناب کندی که تقریبا در زمانی خلافت عباسی هاست زندگانی وی، در آن زمان فلسفه در حوزه اسلام به اوج خود رسید. خودی خلفای عباسی علل خصوص مأمون یک فضایی بازی را گذاشت در جامعه اسلامی، برخلاف مسیحیت قبل از رنسانس مسلمانان نه، برای دانشمندان و دانش فضای بازی را گذاشته بودند. شما اگر در تاریخ بخوانید حتی ما از کسان سراغ داریم که به عنوان زنادقه شناخته می شوند، دانشمندان زندیق، یعنی کسانی که نه به خدا ایمان دارند و نه به پیامبر و نه به دین و نه به هیچ، و عبارت دیگر مادیگرا بودند، ماتریالیست بودند، اما آزادانه در جامعه اسلامی زندگی میکردند. مسلمانان، دانشمندان مسلمان با آنان به مناظره میپرداختند و این مناظرات زنادقه با دانشمندان اسلامی هنوز در آثارخانه ها موجود است، کتابهایش هست. یعنی این فضای باز در جهان اسلام عرضم به حضورتان میسر بود. خب دیگه در حوزه اسلام فلسفه نیز همانندی دیگر دانش‌ها خیلی پیشرفت کرد. یعنی دیگر فلسفه‌ای که در جهان اسلام مطرح بود مثل آن فلسفه ارسطو نبود که خیلی ساده بود و چند مسئله در آن مطرح بود. نه، در حوزه اسلام فلسفه‌ای که در حوزه اسلام مطرح بود مسائلی متعددی را مطرح میکرد و به حل و فصل و بحث و بررسی آنها پرداخته بود. از جمله در حوزه اسلام ما با تقریبا دو نوع فلسفه، مکتب فلسفی در همان ابتدا سراغ داریم. یکی فلسفه مشاء که پایه‌گذارش ابن سیناست و فلسفه مشاء اساسهایش هم همان دیدگاه‌هایی است که ارسطو مطرح کرده، اما وقتی که در حوزه اسلام وارد شد دیگه آن نقاط سلبی که داشت در زمان ارسطو از آنها را دور کردند، فقط نقاط منفیش را گرفتند و خیلی مسائل فلسفی شسترفته عرضه گردید. ابن سینا، ابن رشد، اینها از دانشمندان طراز اول بودند در مکتب فلسفی مشائی. همچنین یک مکتب دیگر نیز ظهور کرد به نام مکتب اشراق که پایه‌گذارش مرحوم سهروردی است. فرق مشائیان با اشراقیان در این است. حالا من فعلا فقط یک توضیح مختصر میدهم، بیان تفصیلیش بعداً خواهد آمد. مشائیان، روش مشائیان، یعنی فرق اینها در روش است. روش مشائیان مبتنی بر عقلگرایی محض بود، یعنی آنها معتقد بودند که ابزار شناختی
خارج فقط عقل است. فقط با ابزار عقل میتوان حقایق را شناخت. اما اشراقی ها علاوه بر ابزار عقل، اشراقی ها هیچ وقت ابزار عقل را منکر نبودند، بلکه معتقد بودند که ما یک ابزار دیگری داریم به نام دل، که این هم یک وسیله است برای کشف حقایق. که بعضی معتقدند مرحوم سهروردی با این کار خود، یعنی وقت مکتب اشراق را مطرح کرد سهروردی، خب فلسفه دانان بر این باورند که آنچه نزدی مکتب فلسفی مشاع بود و آنچه عرفا مطرح میکردند، بین اینها سهروردی یک هماهنگی ایجاد کرد. ببینید توضیح این است: عرفا، همون صوفی ها، متصوفه، بر این باور بودند که تنها ابزار کشف حقایق این دل است. اگر ما دلمان را پاک کنیم، یعنی اگر انسان به تزکیه نفس بپردازد، دلش را از آلودگی ها پاک کند، صاف کند، آنگاه حقایق خودش در آن دل پاک منقش خواهد شد، نقش خواهد بست. مثل همان داستانی که مرحوم رومی در مثنویش نقل میکند که یک پادشاه هنرمندان چینی و رومی را جمع کرد و اونها گفت که شما تصویری از بیرون برای ما بکشید و هر دو پرداختند و یکی خیلی چند روز مشغول نقشه کشی شد و گروه دیگر اومدند این دیوار را صیقل میدادند هر روز، تا جایی که دیگه این دیوار مثل آینه شد. روزی امتحان که فرا رسید، پادشاه، یعنی آن روزی که پادشاه آمد از هر دو سوال کرد حالا هنرتان را نشان بدهید، آن گروه اول خب آنچه که نقش رسامی کرده بودند نشان دادند. پادشاه هم به به و چه چه گفت خیلی خوب، زیباست. اما وقتی آمد این دست دوم را کارش را دید که عین طبیعتی بیرون در این آینه نقش بسته است. گفت این عینی آنچه که در بیرون است، پس شما پیروز این آزمونید. حال مرادی مرحوم مولوی این بود که میگفت اگر انسان دلش را، قلبش را صاف کند از آلودگی ها، از زنگارها، حقایق خودش در آن نقش خواهد بست. خب عرفا معتقد به یک چنین چیزی بودن که البته این در جای خود درست است، حالا خواهیم پرداخت. سهروردی آمد بین مکتبی روش مشاع که پایه‌گذارش ابن سینا و ابن رشد اینا بودند، گفت که این هم درسته، یعنی ما نمیتوانیم عقل را به عنوان یک وسیله و ابزار کشفی واقع منکر شویم و همچنین نمیتوان دل را هم به عنوان یک ابزار کشفی حقیقت منکر شد و آمد جمع کرد بین این دو ابزار، جمع کرد و مکتبی فلسفی خودش را که هم بر ابزار دل مبتنی بود و هم بر ابزار عقل مطرح کرد، عرضه کرد. سهروردی آدمی باهوشی بود. این سهروردی یعنی عمری درازی هم ندیدیم، 31 یا 32 سالش بود وقتی از دنیا رفت، شهید شد، کشتن، خدا رحمتش کند. اما در این مدت این توانست این مکتب را عرضه کند، کتابهایش هم هست، آثارش هم هست.
به عبارت دیگر کاری که مرحوم سهروردی کرد این بود که وی آمد یافته های عرفا را، آنچه که عرفا توسط دل یافته بودند را با ابزار عقل مبرهن کرد، مستدل ساخت. و آره دیگه بعد از سهروردی دیگران هم کار او را ادامه دادند.